به نظر شما دوستان شیریخ بیتره یا فالوده؟ شما میبودیم شیریخ میخوردیم یا فالوده رو میخوردیم؟ نظر بدین دوستان. شیریخ هم دیگه به میت یک منظری میده که میت جای سا چی رودخونه و جلو رود تو باشه تو شیریخ بخوری. خب بالاخره فالودی ما بیاماده دیگه. سلام دوستان، خوش آمدید باز به یک ویدیو جدید. امروز امیت میبینید که کم انرژی اصلا انرژی نیه بدن، به خاطری که به اینجا خیلی هوا گرم شده دیگه. بمتا خونه شیشته بودم دیگه، امیت پلوشتاق شدم از گرمی دیگه. گفتم برم بیرون یک چکر بیرون بزنم، میام بیرون از تا خونه گرم تره. حال تصمیم گرفتم که بیام به بیرون برو سعی کنم به یاد ایراجو میتونیم شیریخی پیدا کنیم، یک شیریخی بخوریم دیگه. دو دله یا مچم شیریخ بخورم یا فلوده بخورم. فلوده هم خوبه، خوب یخه، هم شیریخ هم یخه هم فلوده هم یخه دیگه. نمیفهم که کدوم اکر مثلا بخرم، سعی کنم کدوم اک به هوا گرم بیشتر میچسبه آدم بخوره. خب بریم سعی کنیم که کدوم اک میتونیم پیدا کنیم. چون به تفنگ پیدا میشه نمیشه شیریخ یا فلوده، ولی فکر کنم پیدا بشه دیگه. می مغازه دکانا افغانا یا ایرانی ها فکر کنم داشته باشن دیگه. بریم سعی کنیم پیدا میشه یا نمیشه. یک چند تا از دکانا مغازه افغانا و ایرانی ها رو برفتم دیگه. خیلی سخت پیدا کردن شیریخ و فلوده. یک چند جایی بپرسیدن، یک آدرس بریم بدادن، گفتم برو اونجا فلوده هرچی کم از سوشی داره دیگه. همی آدرس من برم کم کم طرف یا سعی کنم که بلکه داشته باشه بتونیم پیدا کنیم. گرم هم هست، می گرم هم از زمینه که آدم یک فلودی شیریخ چیزی بخوره. هرچی میگردی پیدا نمیشه خدایی. گرم هم هست، توشنه هم هستم دیگه. از گرمی نفس بالا نمیای به خدا. دلمه بوده که بشینم همین یک گوشه کنار یک مویتو یک آیس کافه چیزی سفارش بدم بخورم. گفتم بخواد که دیگه اینا که پیدا نمیشه، حداقل برم یک چیز یخ دیگه پیدا کنم. مثلا رید بول یخی بودستانم بود. گفتم نه دیگه بریم پیدا کنیم دیگه شیریخی یک فلودی چیزی پیدا کنیم. بیتر مزه نمیده که مثلا آیس کافه بزنی یا مویتو بزنی، فقط شیریخ یا فلوده. تقریبا 6:41 دقیقه بعد از ظهره. به این ساعت ایت گرم اصلا باور نکردنیه به خدا. خیلی گرمه به این ساعت. ای عجب فضای سبزی اینجی. خوب همون تا یخ دل نشین بری قرار که دم اونجا بشینه بری. خوب
شهر فرانکفورت مقدار دوربین داره که الا سرعت رو تست کنی رسما عکس پاسپورت تو چاپ میکنن رای میکنن در خونه تو. اما لازمبیق گوش متر شده. باور کنین که الا سرعت رو کم نمیکرد و عکس رو چاپ میکرد رای میکرد در خونه. باز یک جریمی هم داره که دیگه اینجی الا خلاف کنی دیگه جریمه میکنن دیگه پولات رو رسما میکشن کسی تو. بعد از سال گشتن پیدا شده گرانه اونجی فلوده داره هم بستنی داره بریم سعی کنیم. سلام خسته نباشید. خوبین حالتون خوبه؟ فلوده هم دارین؟ فالوده بستنی همه چی داریم. یه فلوده لطفاً کنین. یه فلوده خالی. فالوده بستنی با بستنی بدون بستنی فالوده کاری. آره مرسی. همینجا میبندیم. همینجا لطفاً. خب دیگه چی؟ شما با همین؟ نه. یه فالوده یه فلوده مرسی. خب دیگه ما فالوده هم سفارش دادیم. اوخش. خب دیگه فالوده هم سفارش دادیم ولی منتظریم که فالوده بیارم بخوریم. گرم هم هست خدایی فکر کنم خیلی حال بده برتایی هوا گرم فالوده بزنیم بعدا چیزهایی که دارم. فکر کنم مینو فارسی نانی معجون فالوده شیرموز آب هویج زعفران بستنی دارم. خب بالاخره فالوده ما بیامده که دیگه بزنیم فالوده رو بدم. اینا آب لیمو و زیروب بیانه بکنیم چی بزنیم ای دل جگر آدم حالی یخ نکنه باشه کمی کمی آب لیمو بگیره. فیکس دل شما نخواد دوستان. انت يا اخي بتشسبيده بقى دل جگر ما رو یخ کرد. کم کم داره انرژی میاد دیگه. گرما میره سرما میاد. فیکس اینجا بچه ها خیلی دیگه امروز نبودم دیگه مهکگی امادم گفتم که همه هستم که بیم بشینیم بیرو هم فلوده رو بخوریم باز بریم بخیر این طرف جایی که شیریه حقی چیزی داشته باشه زودم آمد یعنی دیر نشد 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر طول نکشید تا آمد. آمزی هم بردیم من هیچ مزه میده اون شربت آلبالو باشه رنگ هم آلبالو که داره آلبالو سر میافت کرد نظرم اگه گرما میدیدم که میگفتم خیلی گرمه ولی از بستنی هم دارم مدل به مدل بستنی دارن فلوده هم دارم معجون چیزان دارم خیلی چیز دارم یعنی خدایی آدم همی به هوا گرم یک چیزی اخی بستنی فلوده چیزی که میخوره سرحال میشه یعنی به توپ میشه. پول فلوده هم تقریبا 6 یورو 90 سنت شد باز دیگه خیلی بینم از ما 6 یورو 50 سنت گرفتن
دست اینو درد نکنه. خدایی مزه داد اگه میارزه به 6 یورو 90 سنت خدایی میارزه دیگه. فلوده خوشمزه بودک. باز دیگه روز شنبه مردم بیشتر اینا بیکارن اون متعرضه کتو بده همیشن بیرون چکر میزنن. همین خود کنی رابندون میشه تا شهر فرانکفورت دیگه ما میته کم کم بریم. فلودر جاشون خیلی دیگه بزنیم به بدن گفتیم کمی راه بریم عزم شه دیگه بمیت جا لوکسی منظره فکسیه دیگه نستادیم همینجی کمی قدم بزنیم که چکار شه فلودر عزم کنه که باز بریم خیلی به طرف شیریخ پشت سرم که همیت جا لوکسیه جا فکسیه خدایی که نمایی از ساختمان های فرانکفورته. از اینجا کشتی رو البته برمیدارم میبارم اونجا رود اصلی و پشت سر. جان دیگه بالاخره شیرت فروشی رو پیدا کردم. خب دیگه دوستان جا شما خیلی شیری آخرم برفتیم بگرفتیم. متاسفانه که وقتا دکون نشده اونجا شیری آخر چی کنیم چون نام خدا یقدر شلوغ بود دکون افخانه که اصلا جا بر شیشتن نداشتیم یقدر شلوغ بوده دیگه شما نماسته باشه دیگه. خدایی عجب شیری آخیه فکس. خدایی راست شیر بگم به هوای گرم فقط شیری اخ خیلی مزه داره. شیری اخ هم دیگه به میته یک منظری دیگه کمیت جای ساچی رودخونه جلو رود تو باشه تو شیری اخ بخوریم. دیگه جا شما خیلی مقصد دوستان. خدایی خیلی از یک شیریخ فکر میکنم من تای بهشتم عوضی دل جگر ما ریخ کرد. جاش ما خیلی خوب مزه داره. شیریخ فقط شیریخ خود ما دیگه. شیریخ افغانستان جوره خونه داره عالی. به نظر شما دوستان شیریخ بیتره یا فلوده؟ شما میبودیم شیریخ میخوردیم یا فلودر میخوردیم؟ نظر بدین دوستان. خب دیگه دوستان من دیگه کم کم برم شیریخ رو بخورم دیگه. باز بخیر تا ویدیوهای بعد. خدایا رو نگهدار شما. لایک کنین، کامنت بدین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که ویدیو ما با خبر شین. روز خوبی داشته باشین. خدایا رو نگهدار شما.